نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادرای عزیز، خواهرای محترم، بر یک انسان مسلمان از هر چیز کرده فهم دقیق دین بسیار مهم است. از یک عالم کسی یک سوال کرد و او همو گفت خلاصه دین بر ما بفهمان. خلاصه دین که ما کامل دین بشناسم و در فهم دین برای من مشکل نباشه. این عالم برش یک جمله گفت، امی یک جمله فهم کامل دین در یک جمله برش بیان کرد. یا عالم نه یا څوک پوښتنه وکړه چې ما ته د دین خلاصه ووایه چې زه په هغه باندې پوه سم او په هغه باندې عمل وکم او حقیقی دین زه حاصل کم. ای عالم برش گفت یک جمله را، د عالم ورته یوه جمله ورته بیان که. او جمله چی بود؟ گفت نامهای الله را یاد بگی و مطابق از او زندگی کن. ده الله نمونه ازده که او مطابق ده الله د نمونه ژوند وکړه. تعلم اسماء الله سبحانه وتعالى وعيش مطابقا لاسماء الله سبحانه وتعالى. ما همی جمله را وقتی که فهمیدم در ماه مبارک رمضان خواستم در این باره یک کتاب نوشته بکنم. یک کتاب نوشته بکنم که در او کتاب اول خودم نامای الله را بشناسم و باز مطابق از این نام ها زندگی بکنم. امشب مهمترین نقطه همی است که ما و شما از 99 نام الله، یعنی وظیفه هر خطیب، هر عالم، هر واعظ امی هست که اگر خطیب خوب باشه در 99 خطبه 99 نام الله را در هر جمعه درس بده، یک نام الله را تا مردم مطابق از او چی کنن؟ زندگی بکنن. ما اول نام الله را که شروع کردم دمی کتاب خود، لفظ الله هست. امیر ما خواندم، برای ما بسیار چیزای در ذهن ما آمد که باید مطابق از او زندگی بکنم. و امشب خواستم همین چیزی را که ما برداشت کردیم به خدمت شما بگویم. اکم شب شما برداشت کرده دی الله سبحانه و تعالی لنومنه دغه تاسو ته وایم او وایم چې زه څه رقم غواړم چې دغه نوم سره ژوند وکړم خپله، او تاسو څرنګه دې سره باید ژوند وکړئ. در قسمت نام الله علما چی میگن؟ میگه اول معرفی میکنم، میگه که الله اسم لمعبود بحق. الله نام است برای معبود حق، یعنی معبودی که او باید حقیقتا پرستش و کس دیگه پرستش نشه. ده هغه ذات نوم دی چې حقیقی معبود ده او باید ده هغه عبادت وسی او بل چاته باید عبادت ونکی. اگر همین جمله را ما و شما درست بفهمیم که معبود به حق الله هست
یعنی ذاتی که عبادت فقط حق از او هست. بناهن تمام عبادت های خدا باید بر از او بکنیم. عبادت فکری هست، 6 قسم عبادت هست. عبادت فکری هست، این باید بر الله بکنی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. وقتی انسان تفکر بکنه در مخلوقات، بالاخره فکر انسان به این میکشانه که او ذات بزرگی که خالق از این کائنات است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به تهجد بیدار میشد، اول نماز خدا به چی شروع میکرد؟ اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. یا الله، تو رب میکائیل و جبرائیل و اسرافیل هستی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل امین وقتی که در چهره اصلیش دید که قدمهاش در زمین است و سرش در آسمان، با همین بزرگی، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ ای خالقی که تو رب، ای تو مخلوقات بزرگ هستی. جبریل چقدر بزرگ است، میکائیل چقدر بزرگ است، اسرافیل چقدر بزرگ است، لكن تو رب تمام از اینا هستی. اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل انت تحكم بین عبادك فيما هم فيه يختلفون. یا الله، در مسائل اختلافی که انسان ها داشته باشن تو فیصله میکنی. اهدینی لما اختلف فيه من الحق. یا الله، مردم به خاطر اختلافات تباه میشن، یکی دیگه خدا دشنام میتن، بغض میکنن، عداوت میکنن، در فتنه ها داخل میشن. یا الله، مرا هدایت بکو که در اختلافات حق بگیرم و با این اختلافات تباه نشم. پس الله معبود به حق است. اگر انسان بفهمه این جمله را که معبود حقیقی ما الله است، والله به پیغمبر سر خود خم نمیکنه. سعی کنین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد رسول الله است، محمد حبیب الله است، محمد صلی الله علیه و سلم رحمت بر بشریت است. لکن امیر رحمت به بشریت برای کل بشریت میگه که فقط سرتان برای الله خم کنین، چون مستحق عبادت الله است، معبود به حق است. و میگه که اللهم انت ربی، یا الله تو رب ما هستی، خلقتنی، مرا خلق کردی. من میره که میخواندم دیدم که در سابق یک کتاب میخواندم به نام مناجات پیر هرات. من بسیار جاهل بودم، مناجاتی از اون میخواندم چون هیچ کس برم نگفته بود که اصل مناجات رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اللهم انت ربی، یا الله تو رب ما هستی، خلقتنی. رسول الله برای الله میگه صبح و شام، صبح مناجات میکنه و شام مناجات میکنه و الله را برای ما و شما معرفی میکنه. اللهم انت ربی خلقتنی، تو مرا خلق کردی، و انا عبدک، و انا عبدک. یا الله، ما بندیت هستم. اللهم انت ربی خلقتنی و انا عبدک، ما بندیت هستم، و انا
على عهدك ووعدك ما استطعت. این مناجات کی هست؟ مناجات محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و انا عبدک، به الله میگه من بندیت هستم. اللهم انت ربی خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک. یا الله ما که تو تعهد کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله چی تعهد کرده؟ تعهد کرده که یا الله بغیر از ذات تو به کس دیگه هیچ عبادت نمیکنم. با الله تعهد کرده یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را نمیپذیرم. و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. پیغمبر که معصوم است، پاک است، لکن چی میگه؟ اعوذ بك من شر ما صنعت. چرا به رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را میکنه؟ بر ما درس میده که شما هم امی قسم در مقابل خالقتان استاد شوین و یا بشینین. در وقتی که غافل هستین غفلت نکنین. بعد از نماز صبح تا وقت طلوع فجر، بعد از نماز دیگر تا شام، و رسول الله صلی الله علیه و سلم میشیش و به خالق خود مناجات میکرد. اللهم انت ربی خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی. یا الله ما به نعمت تو که بر من نعمت کردی اعتراف میکنم. بزرگترین نعمت الله چی هست؟ والله ما 40 سال در اسلامیات تحقیق کردیم. بزرگترین نعمت الله عقیده توحید است. بزرگترین نعمت الله که سعادت دنیا و آخرت نصیب انسان میکنه کلمه توحید است که لا اله الا الله. نیست هیچ کسی مستحق ازی که ذاتش عبادت شوه و نیست هیچ کسی مستحق ازی که قانونش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله. والله اگر این کلمه را کس درست بفهمه، به معنای ازی درست بفهمه، به هیچ قانون تسلیم نمیشه. بسیاری کسا همی کلمه را معنایش نمیفهمه. اگر معنای زیر کلمه را بفهمی هیچ وقت تو سوسیالیست شده نمیتونی. چرا سوسیالیست قانون مخلوق است، کمونیسم قانون مخلوق است، دموکراسی قانون مخلوق است. فلسفه که ارسطو و سقراط و دیگر فلاسفه که هستن اندیشه های از یا کلش اندیشه های مخلوق است. ولی تو با الله تعهد کردی که بغیر از ذات تو به مخلوق عبادت نمیکنم و بغیر از شریعت تو قانون کس دیگه را قبول نمیکنم. یا الله بغیر تا لذات نباید هیچ عبادت نکنم او بغیر تا شریعت نه هیچ قانون نمانم. که در پختو قانونی، که در تاجیکان قانونی، که در روس قانونی، که در امریکا قانونی. اینمی هست مسلمان سچی پاک خوب. امروز بسیاری کسا کلمه میخوانن لکن مشکلش در چی هست؟ در کلمش در زبانش حمد گویا، در دلش پیدا صنم. در زبان میگه لا اله الا الله لکن با لا اله الا الله زندگی نمیکنه. یک تعداد قوم پرست است، یک تعداد حزب پرست است، یک تعداد تنظیم پرست است، یک تعداد خارجی پرست است، یک تعداد پیغمبر پرست است، یک تعداد عالم پرست است. این کلش چی است؟ حتی عالمی که سخنش مخالف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و این کس پر اطاعت میکنه، اونمون مثل یهود وارست که اتخذوا احبارهم
و رهبانهم ارباب من دون الله. الله را بشناسیم. امروز بزرگترین مشکل امت اسلام در چی است؟ که الله را نمیشناسن. وقتی که صحبت میکنه، وقتی که رسول الله صلی میگه که اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، یعنی اون مخلوقاتی که بسیار بزرگ هستن، یا الله تو رب از اونا هستی؟ حالا یک مخلوق کوچکی که ما و شما هستیم، ما و شما انسان ها در مقابل ملائکه چقدر هست؟ انسان در مقابل ملائکه مثل مرچه در مقابل انسان است. مثل مرچه در مقابل انسان است. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در طائف مردم آزار دادن، ملائکه آمد گفت من ملک جبال هستم. چی مانا؟ گفت من ملک جبال هستم که اینمی کو در دست از این ملائکه مثل یک خشت است. اگر شما یک خشت بگیرین و خانه مرچه را کتش بزنین، مرچه کت پاچا ماچای خود نابود میشه. و اگر ملائک امی کو را میگرفت در فرق مردم طائف میزد و کوی دیگر را میگرفت در فرق مردم مکه میزد، کلشان نابود بدن. با وجود اونمو قوتش که ملائکه قدر قوی هستن، بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض رب کل شیء و ملیکه. تو رب کل چیز هستی و مالکشان هستی. به خاطر ازی که اگر خواسته باشی جبرائیل و میکائیل و آسمان و زمین کل از اینا را، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایناله برای ما و شما یک انسانی که پیش ملائکه مثل یک مرچه هست. وقتی که ما پیش ملائکه مثل یک مرچه هستیم، در مقابل عظمت خالق متعال چی هستیم؟ حال وقتی تکنولوژی هست، شما اگر در موبایلتان یگان تصاویر گرفتن، وقتی که از کره زمین حرکت میکنه طرف بالا میره، در قسمت میرسه که کره زمین مثل یک نوکک چیز معلوم میشه، پنسل. این انسانایی که ساینس میفهمن بسیار خوب درک میکنن. وقتی که کره زمین به اندازه یک نقطه که توسط یک نوک پنسل گذاشته میشه شوه، انسانی که در این کره هست مقدار از این چقدر است؟ بسیاری کسا بزرگی از این انسان مطرح میکنه، لکن رب العالمین نمیشناسه. از این خاطر الله معبود به حق است. الله لا اله. خود الله خدا چه قسم معرفی میکنه؟ 12 صفت خدا در آیت الکرسی بیان میکنه. 12 صفت خدا در آیت الکرسی بیان. الله کدام ذات است؟ لا اله. اله کی است؟ میگه نیست هیچ الهی. یعنی تو کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه، نیست هیچ کس مستحق ازی الا هو، مگر او. امروز کسایی که میگه من دموکرات هستم، او به لا اله الا هو ایمان داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کی آخری کلمه از زبانش خارج میشه که لا اله الا الله؟ کسی که مطابق لا اله الا الله زندگی کرده باشه. کسی که بغیر از ذات الله به مخلوق سجده کنه. ما و شما در فیلم ها میبینیم به مخلوق رکوع کنه، به مخلوق سجده کنه، خود به مخلوق ذلیل بسازه، عبادت مخلوق بکنه و 100 مرتبه لا اله الا الله بگه. لا اله الا الله بی معنا که معنای از رو تطبیق نکنه، برای چی منفعت میرسانه؟ از این خاطر این لا اله الا الله که مطابق از زندگی نکنه انسان، باز در آخر وادی جان کندن باز لا اله الا الله گفتن میتونه.
من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. لا اله الا الله باید از قلبت برآید. لا اله الا الله باید از قلبت برآید. از این خاطر کسایی که موسیقی میشنون در آخر عمر در لا اله الا الله گفتنشان بسیار مشکلات پیدا میشه. یک دکتر قلبی میگه ما خود دکتر هستیم، از نگاه طبی میگه پیش ما مریضا را میآوردن، وقتی که یک کسی را میآورد که مثلا تصادم کرده قلب از بین رفته، دکتر خب میفهمه که خلاصی دیگه میموره. میگه ما چی میکردیم؟ بر از این مریض تلقین میکردیم قلبش خلاص است، نابود شده، منتها زنده هست، چشمایش میبینه. برش میگیم بگو لا اله الا الله. میگه یک کسی زیاد موسیقی شنیده، بگیم بگو لا اله الا الله، این دیگه قرار خواندن شروع کرده. شمالی لالزار باشه به من چی؟ بگو لا اله الا الله، خواندن این دی میکنه. 30 گناه در موسیقی، 30 گناه، یعنی 30 گناه. کسی که یک پارچه موسیقی را میشنوه در یک گناه یک دفعه لعنت الله سرش نازل میشه، اما در یک پارچه موسیقی 30 مرتبه لعنت الله سرش نازل میشه. و خطرناکترینش این است که در وادی جان کندن. چرا؟ امی چشم و گوش یا که از کلش مثل چشمه هاست، نلاست که کلش انتقال میته معلومات به قلب. وقتی که یک چیزی رو در زبانت زیاد بگویی، اذا تکرر الکلام علی اللسان استقر فی القلب، یک گپ از زیاد میگی. بچه جوان است، میگه بچه جوان موتر زده قلبش خراب شده، وضعیتش خراب است، وقتی جان کندن است برش میگیم بگو لا اله الا الله. ای در زندگی خود دشنام زیاد داده، در وادی جان کندنش بگو لا اله الا الله، میگه ای دشنام داده میره که ای بچه فلانی، که ای بر پدرت، که ای به فلانت، که ای فلان. با دشنام میگه فوت کرد. دکتر قلب قسم میگه با دشنام میگه. از این خاطر برای یک جوان مسلمان وظیفهش چی است؟ وقتی که الله را شناخت زبان خدا پاک بسازه. لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من روزانه 100 مرتبه استغفر الله میگه. تا در قلب تو روزانه 100 مرتبه بگو لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبه رسول الله صبح میگفت و 100 مرتبه شام میگه. سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله. اللهم انی اصبحت اشهدک. سکو رسول الله وقتی که صبح میکنه پیش از اینکه آفتاب طلوع کنه به طرف الله دست خود در مقابل الله میشینه، روش به طرف قبله چی میگه؟ اللهم انی اشهدک، یا الله من تو رو شاهد میگیرم، و اشهد ملائکت و اشهد حملت عرشک، و شاهد میگیرم ملائکه که عرش حمل میکنن، و ملائکتک و تمام ملائکه تو رو یا الله من شاهد میگیرم، و جمیع خلقک و تمام مخلوقات تو را شاهد میگیرم انک انت الله، یا الله که تو الله هستی. این مناجات کی هست؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ان محمدا، و ما که محمد هستم خودش میگه عبدک و رسولک، ما بنده‌ت هستم و ما رسولت هستم. چرا؟ امت خدا درس میده لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. زیاد مرا توصیف نکنین، نادخوانی نکنین،
شعرهای بسیار غلیظ نگوین، مثل که نصرانی ها در قسمت عیسی مسیح گفتن بالاخره افراد کردن، توصیف زیاد بالاخره گفتن که او بچه العیاذ بالله و قالت النصارى المسیح ابن الله، گفتن عیسی مسیح پسر الله است. شما این کار نکنید، بگوین چی؟ لکن بگوین عبده و رسوله، بگوین که پیغمبر بنده الله است و رسول الله است. پس انسان مسلمان مکلفیتش چی است؟ مکلفیتش اینمی است که الله را بشناسه که معبود به حق است، بشناسه که الله و الهکم اله واحد، معبود شما معبود واحد. جزاک الله. معنای اله بشناسیم. اله کسی که ذاتش چی میشه؟ زیاد. همین یک جمله درس که یاد بگیری و مطابق از زندگی بکنی. والله جوانای عزیز، همین معنای اله و الهکم، معبود شما او معبودی که مستحق است که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود. ذاتش چی شود؟ عبادت شود و قانونش اطاعت شود. اله واحد، فقط الله است، ذات یگانه است. از این خاطر یک انگلیس که ما بحث میکنه والا می شاگردای شما بیخی یک دفعی تغییر میکنه. در چند کلمه تغییر میکنه؟ در یک کلمه تغییر میکنه. در کدام کلمه تغییر میکنه؟ خب هر کسی که فهمید که لا اله الا الله معنیش چی است؟ که نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. اینمی که لا اله الا الله میگی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، سه تعهد به امرای الله کرده. والله اگر همین سه تعهد همین شب قدر است، ما و شما امروز امیر بگوییم که اللهم اینی اشهدک و اشهد حملة عرشک و ملائکتک، یا الله اگر در امشب شب قدر باشه و ملائکی تو تنزل الملائکت و الروح فیها باذن امر، ملائکه و تمام ملائکه من حتی جبریل امین در زمین میایه پایین میشه و شاید امیال صدای ما و شما را ملائکه و جبریل امین بشنون و در اطراف مسجد باشه، برش میگیم که یا الله تو را و جبریل امین و ملائکی تا شاهد میگردانیم که نیست هیچ کس مستحق ازی که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود الا الله، الا الله، بغیر از الله. شاید به خاطر از این کلمه کشته شویم. این حال کسی که امی تعهد فهمید، اگر امی تعهد بفهمه، میتونی قانون سوسیالیسم قبول کنی؟ تعهد تا شکستاندی. میتونی دموکراسی را قبول کنی؟ تعهد تا شکستاندی. حتی او دوستایی که این کلمات هم میگن که ما سوسیالیست هستم، ما کمونیست هستم، ما سوسیال دموکرات هستم، ما لیبرالیست هستم، ما دموکرات هستم، برش میگیم که برادر اگر نمیفهمی عذر بالجهل داری، امروز عذر بالجهل توسو کن. اسلام و سوسیالیسم یک جای شده نمیتونه. نمیتونه یک کسی که لا اله الا الله و کمونستان باشه. بی کسا میگه من کمونیست هستم هم مسلمان، نمیتونه شده. چرا وقتی که کمونیست شدی تعهد با الله شکستاندی، سوسیالیست شدی که الله تعهد شکستاندی، تو که الله چی کردی؟ تعهد کردی که یا الله بغیر از ذات تو با کسی دیگه عبادت نمیکنم و بغیر از قانون شریعت تو قانون کسی دیگه رو نمیپذیرم. وقتی که امی تعهدت حفظ کردی، داخل در زبانت لا اله الا الله جاری میشه. این حال ما چرا این گپ میگیم؟
ما چرا این گپ میگیم؟ چرا ما را افراطی میگن؟ چرا سر ما 200 نام میمانن؟ چرا این نام را میمانن؟ بعد یک روز یک کسی چی میگن؟ والا استاد خودت هم دعوت دینه میکنی، ملا هستی، من هم ملا هستم، در مقابل تو کلگی استاد است، در مقابل من هیچ کس غرض نمیگیره، تو هم جانشین پیغمبر هستی، من هم جانشین پیغمبر هستم. من گفتم فرق بین ما و تو این است که تو جانشین پیش از 40 سالگیش هستی، من جانشین بعد از 40 سالگیش هستم. رسول الله صلی پیش از 40 سالگی بت پرست میید که با بت عبادت میکنه، هیچ چیز نمیگفت. کلگی میگفت او محمد امین، محمد طیب، محمد طاهر، والله جاء محمد. اون میگه محمد آمد، علی حجر الاسود کی در جایش بانه، او میگفت امین بانه. صحیح؟ اما رو سیگو مقدس ترین چیز پیششان حجر الاسود بود. حجر الاسود چه وقت برازی میگه او محمد، الله جاء محمد الامین الطیب الطاهر، تعال یا محمد ضع حجر الاسود فی مکانه. باند حجر الاسود در کجا باند؟ جایش باند. میگفتن نمیگفتن؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 ساله شد، برش گفته شد که وانذر عشیرتک الاقربین، اول از خانواده شروع که ای پیغمبر به خانواده خود صدا کرد که ای خانواده ما لا اله الا الله، قولوا بگوین لا اله. ابو جهل و ابو لهب سعی کردن، ابو لهب لالا چی میگی؟ ابو جهل کاکا گفت خبر نداری که او امین طیب طاهر چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت ما در مقابل این بت‌ها 360 بت است، 360 بلند منزل است، یک کس توت میاره، یک کس تلخان میاره، یک کس بز میاره، یک کس شتر میاره، قرار شیشتیم خورده میریم. ای چی میگه؟ لا اله، نیست هیچ معبود به حقی که عبادت شود. یعنی 360 بود چلیپا، یعنی قوم پرستی چلیپا، یعنی زبان پرستی چی؟ چلیپا. گفت چطور کنیم آله؟ تباه شدیم. لا اله الا الله خانه ما را خراب کرد، تجارت ما را خراب کرد، جیبای ما خالی شد، مجبور هستیم خود ما بریم مزدوری کنیم. گفت چی کنیم؟ گفت نامایش تغییر بتین، برش بگوین که کذاب هست، ساحر است، مجنون است. الله برش گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اگر کلی کفار تو را مجنون بگوین، تو مجنون نیستی، تو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. منتها اصطلاحات فرق میکنه. سابق چی میگفتن؟ دیوانه هستی، مجنون هستی، ساحر هستی، فلانی هستی. آل چی هستی؟ آل یک کمک مردم عصری شده. سابق تلویزیون نبود، اینترنت نبود، واتساپ نبود، این اصطلاحات هم نمیفهمید. مردم کلاسیک، اصطلاحاتش هم کلاسیک. آل دشمنان مدرن، اصطلاحات هم باید چی باشه؟ مدرن باشه. آل ساحر و مجنون گپا که بویه نمیچله. آل چی میگه؟ تروریست است، اکستریمیست است، فاندامنتالیست است، بنیادگرا است، خوارج است، فلان است، فلان است. از این خاطر وقتی که برای مردم گفتی که لا اله الا الله این تو معنا داره، شیطانای انسی و جنی باز میخیزن سرت اتهامات میکنن. تو ساحر هستی، تو مجنون هستی. آل نمیگه، آل میگه تو تروریست هستی. من تروریست هستم؟ تو چی کاره هستی؟ یک روز یک کسی برای چی میگه؟ میگه شما تروریست هستین. من گفتم بله. خودت چی کاره هستی؟ گفت من یک پیلوت هستم. ماشاءالله. پیلوت چی هستی؟ پیلوت طیاره‌های جنگی هستم. یعنی چی؟ یعنی بمبارد میکنم، یعنی میکشی. و من کتاب دستم از درس میتم. حالا تو تروریست هستی یا من تروریست هستم؟ از این خاطر اصطلاحات تغییر میدن.
و کسانی که برادرای عزیز سر مسلمان نام میمانه، مسلمانی را که الله میگه عزت داره، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یفقهون. کسی که عزت مسلمان موحد نمیشناسه الله میگه منافق است. چرا الله میگه ولله العزة ولرسوله، سومیش وللمؤمنین. به عزتی مسلمان با چی میشه؟ با اصطلاحات منفی که تو تروریست هستی، تو افراطی هستی، تو بنیادگرا هستی، تو فاندامنتالیست هستی، تو خوارج هستی، تو وهابی هستی. این کلش اصطلاحات انگلیس است که در بین مسلمان ها ترویج میکنه و مسلمانی که بلبل وار گپای انگلیس تکرار میکنه در روز قیامت که انگلیس حشر میشه. عزت مسلمان باید بشناسی. عزتی که برای مؤمن موحد الله داده. عیب مؤمن موحد پیش کافر چی هست؟ چی هست؟ عیب شمی هست. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون. وقتی که توحید الله را بیان کنی، باز قلب های انسان هایی که ایمان نداره در چی میآید؟ لرزان میشه. اوه استاد چرا توحید میگین؟ ما مسلمان نیستیم. ما از پدر مسلمان هستیم. خب پدر چی کاره بود؟ پدرم در حزب دموکراتیک خلق افغانستان. خب از پدر کافر. پدر کلان چی بود؟ او هم به سوسیالیسم زیاد علاقه داشت، کتابای لینن هم میخوان. خوی از پدر کلان هم کافر. خودت چی کار هستی؟ والا ما دیگه فعلا چون بلاک شرق سقوط کرده، بلاک غرب قوی عالم ای طرف میلان دارم، پس خدا که تا از دایره ایمان خارج. از پدر نه ما کلمه میخوانیم. نه برادر عزیز، کلمه خواندن به این معنا هست که باید 3 تعهد تکت الله چی کنی؟ حفظ بکنی. 3 تعهد ما کت الله چی است؟ بیاین برادر عزیزم، شب قدر است، همین تعهد خدا کت الله تجدید بکنیم که یا الله، تعهد اول، بغیر از ذات تو عبادت هیچ کس را نمیکنی. خودتان یک لیست بگیرین، پرسان کنین از علما، بگین علمای کرام شما بر ما بگین عبادت چی است. اینا میگن عبادت فکری است، عبادت زبانی هست، عبادت قلبی هست. 18 قسم عبادت قلبی هست. 18 قسم عبادت قلبی رو باید بلا بکنی. خوف و رجا و امید و محبت و توکل، انابت، خشیت، کلش باید بر کی باشه؟ با الله باشه. عبادت بدنی رکوع هست، سجده هست، این کلش برای کی میکنی؟ فقط بر الله میگی. این تعهد در شب قدر، اگر میخوای که شب قدرت تو را با قدر بسازه، تعهد بکو برای الله. خیر است اگر پیش از امروز اشتباه کردی، رحمت الله بسیار واسع است، صفات الله تواب است، رحیم است، غفور است، غفار است. میگیم یا الله من تا دیروز اشتباه کرده بودم نمیفهمیدم، امروز تعهد خود تجدید میکنم که الله بغیر از ذات تو دیگه هیچ وقت سر ما، قلب ما برای مخلوق عبادت نمیکنم. تعهد دوم چی است؟ چون کلمه خواندیم میگیم یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را نمیپذیرم، ولو که قانون پدرم باشه، قانون پدر کلانم باشه. بعضی ها نفس خود قانون گذار ساخته، قانون نفسم باشه، قانون شرق باشه یا غرب باشه. این همی قانون شریعت الله. شریعت الله چی است؟ قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در هیچ مسلمان اختلاف نداره. در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ مسلمان، این همی شریعت الله است. اجماع امت. و سیوم تعهد چی است که یا الله عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقه کی میکنم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. نگوین که مثلا والا ما به طریقه فلانی کس، بغیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقه هیچ کسی را. اگر صحابه شدن با طریقه رسول الله صلی الله علیه و صحابه شدن. اگر عشره مبشره بالجنت جنتی شدن به خاطر طریقه کی شدن؟
محمد رسول الله. والله برادرای محترم، اگر این سه تعهدتانه وقتی که تنها شیشی حال نه تنها که شیشتی همونجا روی طرف قبله دور بتی و بگو که یا پاک پروردگارم من می سه تعهد با امرای تو میکنم، یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگر عبادت نمیکنم، بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگر اطاعت نمیکنم و بغیر از طریقی رسول الله صلی الله علیه و دیگه هر طریقی که باشه که مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و آله است دو طریقه و دو راه من نمیرم. دری تعهدو ندی یا الله فقط عبادت دتا کوم، دوم تعهد یا الله بغیر د شریعت نه د بل چا قانون نمانم او نه تطبیقم، او یا الله دریم تعهد داشت یا الله د عبادت او د شریعت اطاعت به طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اپا امدکم. اگر ما و شما ان شاء الله تعالی امی سه تعهد خدا امشب بکنیم و تا آخر عمر با امی تعهد زنده باشیم، ان شاء الله آخری کلمه که از زبان ما خارج میشه میگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر هم دکتر باز چی گفت؟ گفت که من کسی که موسیقی خواند دو آمد دو قسم کرد، یا کسی که خواندن میکرد این قسم بود و کسی دیگه که مثلا دشنام میداد. گفت یک بچه جوانه گفت موتر زده بود، موتورسیکلش تکر کرده بود، که کدام موتر گفت همی وضعیتش خراب بود، آخری لحظهش بود، میگه ریشش کم رسیده بود، بسیار یک چند تا ریش نو آمده بود. میگه من رفتم در این بالا سرش گفتم بچیم این گپ از دکتر است، میگه برش گفتم که بچه جان بگو لا اله الا الله که آخری وقتت است دیگه. میگه بچه میگم در این وادی نزدیک سکراتش است، میگه روی خودش رو من دور داد، میگه برای من گفت که دکتر صاحب کلمه را غلط نخوان، بگو که لا اله الا الله، کلمه تو صحیح بخوان، یعنی لا خوب مد کو. چرا؟ نیست هیچ کسی مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله. میگه امیره که گفت میگه چشمایش بود شد. این حال خوشا به حال کسی که میگه خوشا به حال عزیز جوان مؤمنی که در وادی جان کندن خود برای ما کلمه صحیح را یاد داد. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که الله را بشناسیم و الله را با عظمتش بشناسیم، الله را با عظمتش عبادت بکنیم و مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.